آره داشتیم در مورد این علاقه چیزا میگفتیم بخور نمیره. من تو این بودم که خب برای من هی تا اینجا مهم بود که اوکی اون علاقه، من به رشتم علاقه دارم، رزومم نمیدونم فلان اینجور داستانا. ولی خب تا یه جایی احساس کردم که باید بهش بها بدم. دیگه بعد دیدم که واقعا ممکنه که مکانی که هستی اگه بخوای توش بمونی فرسودت بکنه. خب باید یه جایی شروع کنی مثلا تغییر بدی، حالا جا رو عوض بکنی، حالا یا شغل رو عوض بکنی، برای یه کاری دیگه ای باید کردش. ولی خب این همیشه یه آرزو همیشه با آدم هستش دیگه که امیدش رو از دست نده، راههای دیگر رو انتخاب بکنه. به هر حال شاید یه جایی پیدا بشه، یه راهی پیدا بشه، یه دری باز بشه که آدم یه دفعه سورپرایز بشه. بیشتر این بحث این آرزوه بودش که تا کجا میتونی به خودت ببریش و تا کجا میتونی ولش نکنی، مثلا میدونی حواست بهش باشه توی تا کی واقعیت. فکر میکنی آره. چند وقت دیگه میتونی فشار بدی؟ من فکر کنم تا آخر عمرم با هم باشه. یعنی من با خودم یه بار عهد کرده بودم. او یعنی هیچ وقت فکر نمیکنی تو ول کنی؟ آره یعنی ممکنه مثلا برفرض چه میدونم من شوفر بشم یا نمیدونم یه آشپز بشم نهایت، ولی اونقدی یه چیزی جمع میکنم که آخر سر بتونم مثلا اون چیزی که میخوام یه بار طراحی بکنم. در صورتی که یه بار کردم اینجا توی همین اتاق مثلا توی فیروزکو طراحی کردم رسما یه چیزیو. ولی خب من یه حیات دارم. دیشب داشتیم با خانم یا پریشب داشتیم با خانم حرف می‌زدیم راجبش که بیا این حیاتو کن فیکون کنیم. بیا اینو چیز بکنیم اینجاش، مثلا بعدیم جای نشستن بسازیم، این ورش یه آب نما درست کنیم که دراز باشه، بشه توش رفت شنام کرد تو تابستون. آره. حداقل خنک شه، همچین چیزی. من اینو بعد عکس بگیرم با مترو اینو بفرستم، میتونی یه چیزی درست کنی؟ با جون و دل. من خیلی دوست دارم اینو با ببینم. جون و دل. من یه چیزی بهت بگم، مثلا اینجاست که رشته ما اینه که اصلا پایه و بناش پوله. اگه پول داشته باشی میتونی ایده‌هات اجرا بکنی. مثلا من 5 6 سال پیش طرح تز کارشناسیمو یه دونه طرح کار کرده بودم. بعد تازگی یه دونه دفتر معماری تقریبا مشابه همون دفتر منو پابلیش کرده، کاراشو مثلا جایزه چیز گرفته، مثلا بیلدینگ 2024 گرفته. خب بعد میبینم که خب من اونا رو تو کاغذ کشیدم، ولی سرمایه گذاری که مثلا بتونم پیدا کنم یا پولی که داشته باشم بتونم خودم بسازمش. حالا من عکسشو واسط بعدا میفرستم ببینید چقدر به هم شبیهن. دقیقاً هم توی همون تایم شروع کردیم. مثلا من سال 2019 تا 2018 این طورا تموم شده طرحم، اون سال 2019 شروع کرده به ساخت اونجا. یعنی تقریبا ایده ها با هم دیگه اومده بالا، ولی اون پول داشته رفته ساخته، جایزش هم گرفته. من اینجا الان خیلی این پول لامصب مهمه، اینکه چطور بتونی این پول رو جور کنی که بتونی بعد آخر سر نسبت به رشته‌های دیگه مثلا بخوای بهش برسی سخت‌تره دیگه، چون پول واقعا اینجا مهمه. خب والا پس تو باید بری تا وقتی که به قول رو بهش برسی، و اگه نری به این امید میمونی تا روزی که بمیری در واقع. ها تا روزی که منطقه اینه که بمیری. میگی آره. چون کار دیگه ای نمیتونی بکنی. نه. میفهمی چی میگم؟ آره. خب حالا یه سوال، الان فراز تو بلند میشی ایتالیا لاتاری داره؟ آره. چقدر لاتاریش معمولا؟ آها نه نمیدونم، فکر نکنم چیز این کارت های شانس و اینا. البته فکر کنم داره. آره یه سری کارت های شانس و اینا داره، ولی نرفتم سمتش. شاید 20000 تا 50000 تا نمیدونم، شاید هم خیلی بیشتر. خیلی خب حالا بگو مال کانادا رو خریدی به 30 میلیون دلار میده. آره. الان 30 میلیون یورو داری، خب آپشن داری بری کار کنی، نمیدونی موفق بشی یا نه، یا اینکه فقط دیگه بشینی اشغال کنی، کدوم انتخاب نه میکنی؟ میشینم کار میکنم، میشینم کمپانی خودم میزنم. بس خیلی دوست داری به تمام ایده های خودم رو میخوام اجرا کنم باش. چون منم تمام کوچیک ایده. بودم آرزوم این بود. من یه سوپرمارکت سر کوچه‌مون داشتیم، بعد میرفتیم اونجا، هر دفعه میرفتیم اونجا مثلا 10 نفر تو مغازش بودن داشتن خرید مرید میکردن. خونمون ونک بود اون موقع. بعد این همیشه نشسته بود روی یه دونه صندلی، همه میمدن بهش پول میدادن. بعد این دخلشو که باز میکرد پر پول بود. و من گفتم چه بیزنسی از این بهتر میتونه باشه؟ نشستی توی مغازه، هر چی بخوای هست، پفک میخوای هست، ماشین لباسشویی میخوای هست، حالا پودر لباسشویی میخوای هست، آب میخوای هست، کره میخوای هست، خب همه چی هست. بعد تلویزیونش اونجا داره فیلم پخش میکنه، یه کشو پر پول که هی پول توش زیادتر میشه.
خودش نشسته داره چیل میکنه با آدم‌ها متفاوت حرف میزنه. چی از این باحال‌تر میتونه باشه؟ و من همیشه آرزوم این بود. بعد بیزنس آنلاین، بعد رفتم توی مغازه کار کردم وقتی که مثلا 18 سالم شد، بعد یا 19 فکر میکنم، نمیدونم تو همون سنا. بعد تو مغازه که کار کردم دیدم حوصله مردم رو ندارم، دیدم مردم در کل اکثریتشون احمقن و گفتم خب خیلی رو اعصابه. من اینشو ندیده بودم چون من با مامانم میرفتم، آدم درست حسابی با یارو میگفت میخندید، به یارو یه حالی هم میداد، میومدیم بیرون. من فکر کنم با یارو 100 تا مثل مامان منو میبینه، حسودی میکردم. بعد دیدم نه، یارو 100 تا دیوانه میبینه، یه دونه آدم مثلا میبینه. بعد که اینو خودم تجربه کردم توی کار خودم، گفتم اوکی من دیگه نمیخوام کار داشته باشم، یعنی با آدم‌ها حرف بزنم. پس شانس هم موقع آنلاین به وجود اومده بود. گفتم خیلی خوب، من مغازه میزنم دیگه، بار آدم‌ها رو نمیخواد ببینم. روزی 1 ساعت وصل میشدم، ایمیل‌ها رو جواب میدادم، ولی واقعا یه ساعت مغزتون نابود میکرد. سوالایی میپرسیدن مردم، حرفایی میزدن، یعنی می‌خواستیم با مش بزنید تو صورت یارو. ولی ببین خیلی این جالبه، شاید برای کسی که نگاه می‌کنه براش جالب باشه. من تا حالا بالای فکر میکنم 1 میلیون مشتری داشتم، 1 میلیون نفر. واسه همین آمار قوی دارم از تعداد زیاد از آدما که چه رفتاری انجام میدن. کلی از هر 100 تا سوالی که فرستاده میشد 95 تاش کاملا بیخود و مزخرف بود. یعنی مثلا در لول این که میگفت این چه رنگیه، بعد نوشته بود سیاه. یعنی در این لول احمقانه، نه که مثلا نوشته بود جوهر چند سال خراب میشه. و من گفتم احمق، هر کسی میدونه جوهر هیچ وقت خراب نمیشه یا هرچی. نه، سوال احمقانه. یعنی مثلا اینو بفرستی کی میرسه؟ خب در نوشتیم اونجا آقای گل، نوشتیم این شیپینگش تو آمریکا 3 روز طول میکشه، کانادا 7 روز طول میکشه، انقدر همه چی رو نوشتیم. مردم حاضر نیستن برای خواسته خودشون وقت بذارن. یعنی انقدر مردم تنبل و واقعا لوسن. البته یه دلیل دیگه هم داره، آدمایی که انقدر فروشندهای مزخرف و بدی بودن اطلاعاتو نذاشتن، آدمو رفتن خوندن، وقتا رو گذاشتن جوابش نگرفتن، گفتن خب فروشنده ها احمقن، یه بذار بپرسیم حالا جوابش هست یا نه رو بیخیال شیم. خیلی جالبه. تو میدم من چیزی که میخواستم و بهش برسم تو بچگی بهش رسیدم. الان اینی که کار نمیکنم 10 سال نشستم اشغال میکنم و خیلی دوست دارم، با هیچ چم عوض نمیکنم، تا آخر عمرم همین کارو میکنم. ولی خیلی برام جالبه که تو این حرفو میزنی، اگر من نتونسته بودم تو این کارو انجام بدم ادامه داشت این حس عشق. آره میگم، یعنی الان دو تیم بودم که آقا جنسو بیاریم بزنیم بکوبیم این کارو بکنیم، یا مثلا بیزنس جدید بزنیم، اپ بفروشیم، هر چی. ولی به نظر من ولی میدونی من به نظر من میتونست ادامه داشته باشه. این چرا؟ چون من داشتم مثلا از نظر شما رو بررسی میکردم، میدیدم خب میدونی شما عادی فکر نمی‌کردی. یعنی من داشتم میدیدم، من مثلا 2-3 بار رفتم اون فیلم که جوهره رو چجوری ایدش به ذهنتون اومد و 2-3 بار رفتم دیدم. خب بعد خب اوکی، شما دو تا راه بیشتر نیست. اینه که اوکی شما اون جوهره رو میبینی که گرونه، یا منصرف میشیم میگی چه خبره بابا اصلا نمیخوام، پرینت نمیگیرم، یا این که آدمی هستی که متفاوت فکر میکنی، این از دست شما خارجه. میدونی یه جایی به بعد دیگه از دست شما خارجه. من اصلا نمیفهمم متفاوت فکر میکنم، واسه من صافه. میفهمی چی میگم؟ آره من به خاطر همین میگم خب چون وقتی که توی شما برنامه‌ریزی شده، یعنی ما اگه بخوایم به عنوان پروگرام خودمون رو ببینیم بگیم که خب اینا مثلا توی من کد شده، یعنی من حتی یا ممکنه که این از قبل شده باشه، پدر مادر ما رو دیکود کرده باشن، ما یاد گرفته باشیم، یا مثلا به واسطه یه سری اتفاقات و تجربیات و اینجور داستانا دیکود شده باشیم، به هر حال نشسته روی شخصیت ما. خب وقتی این تو شخصیت شما باشه، اینطوری متفاوت ببینی و متفاوت فکر بکنی، به نظر من مثلا تو 60 سالگی 50 سالگی هم شما چاره‌ای نداری، باید اینطوری فکر میکنی، طبیعتته. یعنی به نظر من باش میومدی بالا. حالا شاید مثلا انرژی 20 سالگیتون رو نداشتین ولی ایده رو داشتین، 4 تا 20 ساله کاراتون رو میکردن، شما هندل میکردی، مثلا چه میدونم میدونی کنترل میکردی. احتمال تو آینده این اتفاق بیفته. به نظر من آدم نمیتونه طبیعتش فرار بکنه، میتونه شاید مثلا خودش رو دیکود بکنه یا این شاید یه ذره سخت‌تر باشه، ولی با این حال ما خیلی پیچیده ایم. مثلا مثل سری
رباتای زنده پیچیده‌ای هست، مثل یه سری ابر کامپیوترها دیگه که بذار اینو حسبت بگم، تا اینجا نگفتم اینو، حرفی که زدی یه احساسی رو کشید تو من بیرون که میخوام بگم. من همین الان که نشستم مثلا شاید 10 تا آیدیا تو مغزم هست که میتونم ببینم اگه یکی بین 40 تا 200 تا حرکت رو انجام بده یه کمپانی مشی را انداخته. آره. حالا یکیش چمنزنیه، یکیش کرم صورته، یکیش فروش مبله، یکیش میدونی چی، اصلا هیچ ربطی هم به هم ندارن، یکیش میوه است، یعنی اصلا میگم اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. بعد تمامش رو میبینم، تمام راهو چیکار باید بکنی از این حرفا، فقط خودم حوصله ندارم بکنم. هر کسی هم که میاد جلو من بهش میگم مثلا همچین کاری هست، میبینم اون داغیه رو نداره. یعنی من مثل جوهرم وقتی که کار میکردم شبا تا ساعت 2:30 دیگه، تا وقتی که چشم میتونست پای کامپیوتر میشستم فقط پیجای اینترنتی درست میکردم. بعد دیگه ساعت 3 دیگه نمیکشیدم، میگفتم بذار برم یه ریلکسی بکنم. بعد تو این ریلکس رو تخت خوابم میبرد، چون تو اتاقم کار میکردم، رو تخت خوابم میبرد. بعد صبح که خواب بلند میشدم اینجوری دهنمو پاک میکردم، از چشام نمیمالیدم، نشستم ماوس رو تکون میدم روشن میشد، ادامه میدادم. آره میفهمی؟ یعنی آره میفهمم. نمیرفتم بخوابم، خواب منو میبرد. بعد بیدار میشدم خوابم برد، دوباره میرفتم توش، چون میدونستم آقا این کاری که من دارم میکنم یه نتیجه‌ای داره که خیلی قوی میتونه باشه. آره. من چرا به اون نتیجه که میخواستم نرسیدم، چون من بیزنسی که من تو مغزم بود ماهی باید بین 4 تا 10 میلیون دلار فروش داشت. من به 10% تا 5% راه رسیده بودم. و سخت‌ترین راه اون همون اولشه، بقیه‌اش که فقط اتفاق میفته. یعنی مگه اون پارتنرم آقای علی گافتن آدم رو کره زمین نبود، الان اون کمپانی داشت میرفت. فقط یه الاغ میتونست بیاد که اونجا رو مثلا نفت بریز آتیش بزنه و بیزنسش خب سوخت. این کارو دقیقاً کرد. آره. و اگه فقط یه الاغ نیومده بود نفت بریز اونجا رو بسوزونه، اون بیزنس الان به این پا رسیده بود. و وقتی که این خورد زمین، من چیز شدم دیگه، من خسته شدم، گفتم آقا من دیگه نمی‌کنم این کارو. ولی من بهت میگم این حرفی که داری میزنی خیلی درسته و من این چیزا تو مغزم هست و راه‌ها رو میبینم و کاراش اولش هم میکنم و برای بهش میگن proof of concept. آره. یعنی مثلا یه بچ درست میکنم، یه دونه مبل وارد میکنم که میگم آقا من کارخونه رو پیدا کردم، سفارش دادم، واردش کردم، تکسشو میدونم چیه، دلیوریشو کردم، سایزشو دیدم، مشکلشو فهمیدم. آره تمام کاراشو یه دونه رو انجام میدم، میفهمم که اوکی این پس این شدنیه. ولی من دیگه حوصله ندارم دنبالش بدوم و من نمیتونم بلنشم هر روز سر یکی داد بزنم. آره میدونی اون آدمه که انقدر داغ باشه بیاد آیدیا منو بگیره بدو منفجر شم وجود نداره، چون وقتی که اون کاراکتر باشی آلردی آیدیای تو مغز خودت هست که اونو میخوای بدوی انجام بدی. درست و غلطش رو نمیدونی. مثلا تو که الان میخوای لندسکیپینگ و معماری، شاید مثلا احمقانه ترین چیز باشه. شاید تو اگه مثلا راننده فرمولا 1 بودی میشدی مثلا شوماخر، ولی آره ما اینو هیچ وقت نخواهیم فهمید. آره. برای همین دارم میگم من فکر نمی کنم یه کار خفنی بکنم، ولی چیزی که امکان داره یکی از اون بچه‌هایی که آیدیای خفن داره بیاد آیدیا شبیه که از آیدیای من باشه، با هم مرجشون کنیم. آره. مثلا میگم آقا من اینقدر درصد میگیرم میشم رئیس کمپانی، من دیگه میگم کی چیکار کنه، تو این کارو بکن، تو اون کارو بکن. این کمپانی رو مثلا 30 نفر 40 نفر توش دارن کار میکنن، هر کسی کاراشو میگی ریپورت میکنن. تو اون لول شاید اتفاقی بیفته، ولی برای الان فعلا همین بچه بزرگ کردن و خب. ولی خب میدونید بعد به نظرم شما یه جوری بیخیالم نشدی، نمیدونم حواست هست یا نه، مثلا همین چنل رو راه انداختن شما چقدر با مثلا آدمای مختلف صحبت کردین، یا میدونی خب این خودش هم یه نوع مثلا ممکنه دیگه شما مثلا دیگه بیخیال شید دیگه، من تو خونم نشستم و هستم واسه خودم و اینها، ولی خب چنل یوتیوب زدین. میدونی چی میگم؟ این به نظر من باز یه کار غیر ارادیه که مثلا از شما میزنه بیرون، یعنی باز دست خودت نیست. میدونی چی میخوام بگم؟ آره درسته، دست خودت همین نیست. که میگه داستان این لامپا رو پشت سر من میبینی که رنگیان. آره اینا یه داستان داره، بس بزنین میگم تو اینجا چه کسی حال کنه.
من رفتم خونه یکی از دوستام، این لامپا رو دیدم، گفتم چقدر خوشگلن، از کجا خریدی و اینا؟ گفت از فلان جا خریدم. گفتم چند خریدی؟ گفت خریدمش $150. گفتم چقدر قیمتش خوبه. رفتم نگاه کردم رو همون وبسایت بست بای، دیدم اونجا $400. گفتم دریوس این که $400 چی میگی 150؟ گفت من فلان مثلا دم کریسمس بود، باکسینگ دی بود، هر چی بود، حراج بود، من این قیمت خریدم. تو هم وایسا حراج چه بخر. گفتم نه دیگه، اگه همچین قیمتی بوده پس حتما باید تو حراج من الان یک پیدا میکنم، یکی داره یه جا میفروشه که اینو تو حراج خریده داره میخواد به من بفروشه. رفتم زدم دیدم هیچ جا نیست، هیچ جا وجود نداره، نه آمازون هست نه ای بی هست، هیچ جا نیست، فقط اینو بست بای میفروشه. گفتم چه جالب. حالا این کانترکت بست بای با این کمپانی است که فقط تو اجازه رو بست بای بفروشی. و من گفتم که چه جالب. وایسادم، باکسینگ دی شد، رفتم به جای یه دونه 3 تا خریدم. منطقه من این بود که این دوتا رو میفروشم، اولیه مجانی میشه. ها 3 تا رو فروختم، 2 تاشو فروختم، یه دونه مجانی شد. بعد به این فکر کردم که خب چرا چیز میکنم، چرا بیشتر نکنم این کارو. آقا وایستادم 1 سال گذشت و دوباره باکسینگ دی شد. رفتم تو مغازه هر چی بود خریدم. بعد شروع کردم آنلاین خریدن. بعد آنلاین که میخری از بست بای مثلا میزنی 20 تا میخوام، بعد چک اوت، بعد میزنه که اوردرت داره از مثلا همین سر کوچه میاد، بعد دوباره که میزنی 20 تا میگه از داره شهر بعدی میاد، بعد دوباره میخری 20 تا میگه شهر بعدی داره میاد، بعد میگه 20 تا میره استان بعدی. پس تو میفهمی که این داره به نزدیکترین مغازه رو به تو وصل میکنه، هر چون تو رو میده به تو. بعد من انقدر خریدم که تا رسیدونم به تورنتو، یعنی از ونکوور تا تورنتو هر چی مغازه بود من جنسشون رو خریدم. مثلا شد مثلا چند $37,000. کریدیت کارت کمپانی زنگ میزد میگفت چه اتفاقی داره میفته، بست بای میگفت آقا اشتباه شده یکی داره. خلاص همه رو خریدم، اومد خونه. اینجا اگه ادیتور منو یادم بندازه و عکسو پیدا کنم، یه عکسشون دارم که یه بار یکی از مثلا این هر 2 روز 3 روز ما دلیوری داشتیم، این یکی از اون روزا عکسشو دارم، گرفتم درو باز کردم، درو باز کردم بعد در باز نشد تا همه جا رو جعبه چیده بودم. این فیلم‌ها دی برف میاد اون یکی. بعد شروع کردم اینا رو فروختن روی اینترنت. بعد حالا چی شد، این کمپانی شانس من کاناداییه، فروششون هنوز اونقدر نبود که بخوام برن آمریکا. تو آمریکا هنوز کسی اونقدر نمیشناختشون. بعد من رو اینترنت اینو گذاشتم، چیزیو که تو کانادا بود $400، من تو آمریکا میفروختم $450. چون تو آمریکا این پکیجشون وجود نداشت، فقط پکیج 9 تاییش وجود داشت، کانادا 15 تایی داشت. 15 اگه تو آمریکا می‌خواستی به 15 تا برسی، بعد 2 تا از این پکیجای $300 می‌خریدی، میشه $600. برای همین پکیج من هنوز میک سنس می‌کرد که $450 باشه. بعد من پکیجی که کانادا تو مغازه میفروخت $400، تو آمریکا می‌فروختم $450. بعد من تو حراجی اینو خریده بودم $150. بعد تو حراجی من رفتم یه بار با یه یارو صحبت کردم، گفتم جون مادرت به من یه دیسکانتی بده، من اینو میخوام ارزون بگیرم، تو رو خدا یه دونه فقط میخوام، من احتیاج دارم و اینا. بعد یارو دلش واسه من سوخت، گفت آقا من اینو به تو میدم $120. خب $120 دیگه مثلا ته قیمتی که میشد اون پکیج $400 بخری. مثلا ارزون ترینی که میشد توی حراج میشد 150 یا 200. میشد 200. پکیج 15 تاییش میشد $200، پکیج 9 تاییش میشد $150. من رفتم یارو منت کشی کردم، جون مادر اینو واسه من یه دونه به من بده ارزون، برای پسرم میخوام یه شربری. گفتم خلاصه یارو به من اینو داد $120، اون چیزی که میفروختن $200. گفت این ارزون ترین قیمتی که میتونم بدم بهت. گفتم اشکال نداره بده بهم داد $120. اینو گرفتم. بعد اومدم خونه، همون کاری که بهت میگم کردم. از اینجا تا تورنتو هر چی جنس بود خریدم. بعد جنسا که همه اومد، برگشتم مغازه، رفتم کاستومر سرویس. یه روزی هم رفتم چون میدونستم مثلا اسم رئیس مثلا بود، چه میدونم مثلا اگه مایک بود، رفتم اونجا مثلا زنگ زدم گفتم مایک امروز کار میکنه؟ گفتن نه مایک فردا میاد. گفتم اوکی. قطع کردم رفتم همونجا بست بای. رفتم میشه کاستومر سرویس، گفتم که آره آقا من میخوام پول جنسایی که گرفتمو پس بگیرم. گفتن چیه داستانش؟ گفتم که آره من اومدم اینا رو در روز پیش بخرم، یه حراج خیلی خوب داشتین شده بود $120 و من اومدم اینجا بخرم و نداشتین اونقدری که من میخواستم. مایک به من گفت همین چیزی که دارین که یه دونه فقط بود و
به من فروخت. بعد گفتش که برو آنلاین بخر، بعد که جنسات دلیور شد بیا اینجا با ما پرایس مچ کن. بعد این یه قانونشون بود که اگه آنلاین می‌خریدی خواستی پرایس مچ کنی باید میومد جنس دلیور میشد، بعد نمی‌تونی با رسید بیای. و من اینو فهمیده بودم. مثلا وقتی اینو بهشون گفتم خیلی مطمئن شدن که این مایک با من این صحبت‌ها رو کرده و خیلی ریلکس قبول کردم. و در حالی که این کل بسوا هیچ وقت تو هیستوریش همچین حراجی نداشت. خلاص آقا من یه تعداد احمقانه‌ای از اینا $120 خریدم. $120 کانادایی می‌خریدم که میشد $80 آمریکایی، بعد می‌فروختم $450 آمریکایی. بعد می‌فروختم، یعنی مثلا روزی 30 تا 50 تا می‌فروختم. بهت می‌رسیدی باور کنی میرفتن یه جوری. خلاصه یه دونه ما رفتیم داونتاون با رفیقمون باربیکیو بخوریم، یه چراغ تو خونش دیدم. این پسرم که تو خونش بودم 2 سال قبل از من این چراغو دیده بود. ولی من فقط اینا رو که دیدم که اوکی، وقتی نگاه کردم دیدم که تو آمریکا نیست، داستانش اینه فقط تو بسپای. حالا برات این داستان آخرش رو بگم، خیلی خفنه واقعا. آمازون کمپانی چراغ فروشی با آمازون تماس گرفت که آقا سوال اقتصادی اجازه نداره جنس ما رو بفروشه. بعد آمازون منو بند کرد که تو نمیتونی جنس این چراغ اینا رو بفروشی دیگه. بست بای منو بند کرد که آقا من دیگه نمیتونم از بست بای LED اینا رو بخرم. رفتم مغازه، چون این 120 رسیده بود به جای بالا. بعد اینا نمیفهمن که چطور من 120 گرفتم. میفهمی هیچ منطقی نداشتم که آقا این چجوری اینو 120 گرفته، بعد شما پرایس مچش هم کردین 120. این 120 از کجاتون در آوردینه؟ بعد نمیتونستم بفهمن چی شده. بعد رسیده بود که آقا این یارو که میاد زیاد میخره رو دیگه بهش نفروشین، این دعیوس رو بند کنین. بعد من رفتم یه دونه بیزنس اکانت باز کردم، از یه در بیزنسی شروع کردم دوباره ازشون خریدن. واو. بعد بیزنس اکانت رو فقط به بیزنس دلیوری میکنم. من بیزنس ندارم. من آدرس یه یارو رندوم دادم، گفتم دلیور بکن. رفتم دم در آفیس یارو نشستم، اینا که اومدن رفتم بیرون یه جوری که انگار من تو اینجا کار میکنم و جنسا رو گرفتم. بعد یارو تو مغازه نشسته، میگید مثلا دارن 300 تا جعبه جلوی مغازش خالی میکنن. یا نمیفهمیدم چی میشه. ماشین رو آوردم و کامیونش پر کردم، مثلا فکر کن همه این کارا رو کردم. ولی بهت میگم مثلا 300 400 هزار دلار مثلا توی 2 ماه در آوردم از توش. ببین به نظرم شما الان چیزی که من احساس میکنم اینه که شما خیلی اوت آف باکس فکر میکنی. یعنی ببین مثلا این که مثلا بعضی جایی یه دفعه فقط انجام میدی، مثلا میگی که اوکی مثلا من یه دونه آدرس از یه جا بدم، میدونی خب اگه یه آدمه بخواد مثلا خیلی اوورتینک مثلا خیلی فکر بکنه، خب میگه نه من بذار اگه این بشه چی، اگه اون بشه، خب میبنده دیگه، این کارو میبنده. مثلا خیلی خیلی روون داری به نظر من فکر میکنید و تجربهش میکنید و خب اینا به نظرم واقعا یه اصلیه و آدم واقعا باید بهش فکر بکنه که اوکی الان اومد، الان چیکار کنم؟ خب باشه یه آدرس دیگه میدم. خب الان چیکار کنم؟ بذار یه بیزینس اکانت بسازم. خب الان چیکار کنم؟ بذار یه دونه دیگه بیزینس اکانت. به نظر من تنها راهی که آدم میتونه جواب بگیره همینه که به جای اینکه یه دفعه تحت این پرسه بترکه، هی به خودش هی وازلین بزنه، مثلا چی میگن سر بخوره فلان بکنه تا فرار کنه از این فشاره و بعد آخر سر یه دفعه بترکه همه چی. و میگم این اون جایی هم که داشتی میگفتین من مثلا تو خونه صبح مثلا تا صبح کار میکردم، فقط یه لحظه چشامو مثلا بمالم دوباره شروع کنم کار کردن. نمیدونم یه دونه چیز داریم ما، یه نقاش گیلانی رشتی هست به آقای بهمن مؤسس، البته فوت شدن چند سالی هستش، نمیدونم میشناسین یا نه. از این نقاشای دوران مدرنیست مثلا ایران خیلی معروفه و توی روم هم فوت شد و دیگه روم هم خاکش کردن. بعد اون به من میگفتش که نقاشی کردن برای من حکم شاشیدنه، یعنی من باید نقاشی کنم که خلاص بشم. میدونین این داستانه به نظر من میگم تو طبیعت ما، یا اینکه حالا برای من میشه تبدیل به آرزو میشه، اون چیزی که یه دفعه میخوره تو مغزم و میبینم دارم باش عشق میکنم، یعنی با همه چیم جوره. یا مثلا این داستان بیزینس با همه چی شما جوره، اینه که اگه شما به نظر من اینطوری فکر نکنی، چجوری بگم، نمیتونید نشاشیدی دیگه، راحت نیستی، نمیدونی باید چی کار آره بکنی. من یه دونه سافر هستش، تا بچه‌ها پرسیدن اسمش چیه، اسمش هست آره این لوموسیتی LUMOSITY. این یه دونه اپ بازی میکنی، بعد تو بازی مغزتو بهت میگه چقدر خفنی. بعد من تو همه چی مثلا تا 2000 بذار اصلا رو خوش بخونم که اصلا حدس نخواد بزنم.
مکسیموم 2000، اوریج آدما 1000، من همه چیم رو 1200، ریاضی و پرابلم سالوینگ هم رو 1800. خیلی خفنه. خب من ریاضی از همه قوی تره و پرابلم سالوینگم. به خاطر همین من این دوتا با هم چیز میکنه، دو تا چارتایی که هست اینه که من وقتی مثلا اونجا آدرسی جوریدم، آدرسر من تو فکرم نیست، من تو اون لحظه میرم میگم این یارو میاره یه راننده کامیونه دیگه، این هم مثلا اونجا بفهمه واسش مهم نی، بسوای اون کمپانی اصلی هم بفهمه، رئیس کمپانی که نمیاد بشینه خوش بیاره اینو، میده به قزنفر بیاره. قزنفر اصلا نمیدونه داستان چیه، یارو هم بیاد بگه چه گذاشتی، میگم خودت دوست نکن، بعدش بهش میگم مثلا برگردم به اون یارو همونجا میگم مثلا میگه چی شده، میگم هیچی، ما قبلا اینجا بودیم بعد ما هم مشکل پیدا کردیم، ما دارم میریم بیرون، من دیگه این هفته آخرمه رفتم بیرون ولی مال شما اوردرمون 2 هفته طول کشید، شما بعد از کانترکت من اومدی. اینم قاطیه به من میگه گو میخوریم اینجا، آدم بد است. بعد اونم میگه آره از این آدم از این آشغالی‌ها من دیدم، یه پنجه میذارم کف دستش میگم دمت گرم روز خوبی داشته باشی. اصلا یارو یادش میاد چی شد، فقط به اون پنجه فکر میکنه میره. میدونی چی میگم من؟ و من هنرم از این کاراست. حالا خب همینم که شما ببخشید کلمات، همینم که تعریف میکنی خودش تعریف پرابلم سالوینگ دیگه. یعنی الان داری واسه خودت اتفاقای بعدی رو میاری پشت هم، میگی این میشه نهایتش دیگه، بعد راه حل هم واسش پیدا میکنی. و این خب به نظر من خیلی 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 خفنه، خیلی خفنه که یه سری نمیتونن ایونت های بعدی رو واسه خودشون ببینن و برای خودشون تعریف کنن تا آروم بگیرن. من چند روز پیش داشتم اینو به خانومم میگفتم، گفتم ببین چیزی که خیلی هم جالب، مثلا چند 10 روز پیش اینو فهمیدم، گفتم شما، منظورم خانومم و آدمای مثل خانومم بودم، گفتم شماها توی الان زندگی میکنی، من توی کانسکونس زندگی میکنم. کانسکونس نمیدونم فارسی چی میشه، به توالی، یعنی یه چیز ترتیب ها یا نه مثلا اگه دستو بکنین تو آتیش میسوزه، نتیجه دست آتیش کردن، عواقب. من تو عواقب زندگی میکنم. من یه لیوان آبو دارم میذارم اینجا، دارم فکر میکنم که اگه الان زلزله بیاد این میفته پایین، ولی اگه بذارمش اینجا زلزله بیاد 40% شانس داره که نیفته پایین. میدونی، یعنی من هر چیزی رو هر جا میذارم از زلزله شروع میشه. این دیگه چیزی که اصلا نمیدونی. بعد یه بچه میتونه بیاد، بعد یه نفر که حواسش نیست، بعد خودم، تمام اینا رو فکر میکنم. واسه همین وقتی یکی میاد لیوان میذاره اینجا میره، من میگم عجب مادر خرابات، مثلا قاطی میکنم. میدونی چی میگم؟ مغز من همون داستان نقاشی که گفتیم، من فقط تو عواقب زندگی میکنم. من نمیتونم تو لحظه باشم میگم اینو بذاریم اینجا. مثلا من امکان نداره تلفنمو اینوری بذارم رو زمین، همیشه رو اینه که اگه یه چیزی افتاد روش نشکنه. همون ایف و السی برنامه نویسی دیگه، یعنی همش میگه ایف الس. آره من کد برات مینوشتم تو مدرسه پراکور کد بریزه. یعنی اینو به عنوان شواف میگم. کل کلاس که 50 نفر بودن، سریع ترین آدم کدو میتونست تو 1 ساعت و 40 دقیقه بنویسه، من تو 7 دقیقه. خیلی خفنه. خب یعنی شد چوسیو بیا دیگه. ببین نمیگم مثلا من دوباره بهتر بودم، یعنی آره. بعد اون دومین بهترین 140 دقیقه 70% که نمیتونستن تموم کنن، اون بقیه‌ای که میتونستن تموم بکنن بعد از 140 بود. من 7 دقیقه هم بهت میگم، بدون کامپیوتر، رو کاغذ، نه که با کامپیوتر کد می‌کردیم تون هیچی، شورت کات همه چی رو زمان ما با کاغذ، که احمقانه ترین چیز بود. اون واسه چی ما رو کاغذ داریم کد کامپیوتر می‌نویسیم تو اتاقی که کامپیوتر جلومه ولی بعد خاموش باشه؟ میگم میتونی تقلب کنیم. گفتم خب اگه من نشستم دارم سر کارم اینو میبینم که تقلب نی، چرا این از من میگیری؟ من وقتی میرم سر کار که من نمیگم کدا رو نگاه نکن، خب که هست، خب بذار الان استفاده کنم ببینیم. یعنی واقعا احمقانه. نه این کدینگ هم که میگیم واقعا من میفهمم، یعنی که مثلا تو چه زمانی شما بخوای یه مسئله رو حل بکنی واقعا شوخی نیست. یعنی واقعا نمیدونم بچه‌ای هم که دیگه دستشون تو کار باشه میفهمن که چقدر مهمه این بحث پرابلم سالوینگ و لاجیک نوشتن. من خودم هم کدینگ رو چند وقت تا مثلا چند ماه شروع کردم، ولی خب دلیلم بیشتر به خاطر این بودش که مثلا این لاجیکی که پشت هر ایونتی تو طبیعت هست چه جوریه. مثلا این قانون جاذبه چرا نمیشه 9 و مثلا 89 صدم مثلا؟ میدونین چرا مثلا این همه سال، این میلیاردها ساله که
پشت این قانونات چه جوری ساخته شده. و این برنامه‌نویسی واسه منم خیلی جذاب بودش که تو لاجیک بنویسی و بعد اون مثلا اون پدیده، اون ایونت برای تو اجرا بشه و مولا درزش نره. بعد مثلا یه دونه ایف و الس مثلا یه شرط واسش می‌نویسی، اصلا ذاتش طبیعتش متفاوت میشه. به نظر من خیلی هم این داستان کدینگ برای کسایی که حتی علاقه ندارن یا دارن میتونه خیلی منبع الهام باشه، این که واقعا به اطراف به طبیعت به این ولی کدینگ خیلی سخته. آره ولی خیلی سخته. حتی الان نمیدونم، زمان ما چون سی پلاس بود و جواب خیلی بیسیک بود، پایتون خیلی همه چی رو هم می‌نوشتیم. الان دیگه همه چی کد داره و فانکشن داره و فقط کال می‌کنی و فقط کال می‌کنی. ما هلپ اون F2 بود، میزدی F2 میرفتی توی قبرستون، بعد توی اون باید حدس میزدی که اونی که اینو ساخته چی اسمشو گذاشته. بعد مثلا میگم رندوم بود R&D، تو مینوشتی رندومو نمی آورد. تو باید میفهمی استاد میگفت آقا رندوم چیه، میگه اونی که اینو کد نوشته برای رندوم نوشته R&D، تو بزن R&D، بعد میذاری R&D میومد فانکشنشو که میتونی کال کنی. عجب. یعنی اینجوری، یعنی سرچش هم سرچ نبود. آره هلپش هم اینجوری. خیلی جا مثلا زمان ما واقعا متفاوت بود الان تو کد نوشتن. الان که اصلا دیگه به AI میگی برام بنویس برات مینویسه، تموم شد. خیلی عجیب، خیلی عجیب. مثلا همینی که داری میگی، من هم اون موقع اینو دیدم. من همون اولین کدی که نوشتم گفتم خب چرا یه کد نمی‌نویسیم که کد بنویسه. میفهمم خیلی سخته، باید میلیون ها صفحه کد بنویسی، ولی یه بار باید بنویسی. یه بار این کدو یکی بنویسه، بعد دیگه تمام آدمای کره زمین از این کد می‌نویسن. و من منتظرم یکی این کارو بکنه و فقط 20 ساعت طول کشید تا یکی بکنه. اینم یه اصلی هستش، این که اصلا کلا میدونی شما هی دنبال این هستی که یه کار تکراری رو نکنی، کمتر انرژی مصرف کنی. مثلا یه اصلی هستش که میگی اصل صرف انرژی کمتر، یعنی مثلا یه دفعه پله میشه پله برقی، بعد میشه آسانسور، بعد نمیدونم یه کپسول هوا که تو فقط دکمه بزنی ببرتت بالا. میدونی از بس این تکنولوژی به نظر من برای اینه که ما به تنبلی رو دوست داریم. حالا یعنی کمتر انرژی باید مصرف بکنیم، نگم تنبلی، انرژی کمتر مصرف بکنیم، بعد باید فقط از فکرمون کار بکشیم. با فکر کردن یه دفعه نمیدونم یه خونه ساخته بشه، با فکر کردن 100 تا مقاله نوشته بشه، یه دونه دکمه میزنیم. من فکر می‌کنم داریم به اینجا میرسیم که فقط از فکرامون چیز کنیم، بهره بگیریم تو از زور بازومون. من که خیلی آمادم و یه 10 سالم هست معروف تمرین دارم، فقط بشینم. خیلی وقت استفاده کردی شما. کرونا که شد دوستان زنگ زدن میگفتن پس تو داشتی مثل کرونا آدم آماده میشدی دیوس. همه دیوونه. سوال چجوری تو همیشه تو خونه من دارن یه هم دیوونه میشم. بابا سگ زندگی همینه. آره آقا دمت گرم، مرسی از ایتالیا. اگه میشه یه پیتزا بکن توی انولوپ بفرست، ما این عقده در بیاریم پیتزا ایتالیا. من با کمال میل. اون حیاتم یادتون نره. آره حتما برات میفرستم، یه عکس میگیرم، یه چیز میکنم. من پیگیریامو میکنم خلاصه. حتما یه عکس میگیرم، یه دونه میجرمنت هم برات میزنم. آره میدونی من چی میخوام، میگم چی میخوام دیگه. آره همون، یعنی شما به من بگی که مثلا من اندازه‌های دقیقو بدونم، فضایی طراحی نکنم، تناسباتو بدونم و بعد بدونم شما چی میخواید، چون یه استخر میخواید، یه دونه بازی میخواید، اینا چی میخواید، من همه اینا رو بتونم توی یه تناسبات واقعی براتون ایجادش میکنم. چون من حیاتم خیلی بزرگه، ولی چون خونم توی شیبه، همه خونه ها اینجا کوه، چون تو شیبه من در پشتم به حیاط باز نمیشه، من میام تو بالکن، بعد پله ها باید برم، واسه همین حیاط واقعی ندارم. یعنی تو وقتی خونه در باز میشه تو حیاط داری تلفن حرف میزنی، یه خورده میری جلوتر یا میبینی تای حیاط وایسادی داری تلفن حرف میزنی. من چطور نمیرم حیاط از پله برم پای تلفن، واسه همین من حیاط ندارم. برای همین حیاطی که وجود داره وجود نداره. من گفتم خب ما اگه اینو بیایم تبدیل کنیم به جایی که یه استخر باشه اینا، این مثل رفتن جایی میشه. میخوای بریم استخر، من میرم تو ماشین میشینم میرم استخر، خب اگه اینجا باشه میرم پله ها پایین میرم استخر. مثلا بریم دم استخر، پس بذار من آب و اینم بیارم، یعنی قشنگ معلومه داره یه جایی میدیم. ما بریم تو اونجا بشیم غذا بخوریم. میری اونجا که دیگه سقف داره، باربیکیو تحتش رو ستاپ می‌کنی، میشینی شب اونجا موزیک تو گوش میدی، همه چی اونجاست دیگه. داری میری اونجا، کسی میخواد دستشویی، من میرم دستشویی، داری میری دستشویی فلان چیزام بیار، قشنگ جدا میشه. ولی الان همچین جایی ندارم. الان بری اونجا میگی خب دیوس بیا تو بالکن دیگه، بریم اونجا بشین، دیوونه رو فاصله بدی فقط. آره حله. بودجم $250.
کانادایی کش. بودجه صفر شما عکس بده پروژه تحویل بگیر. نه بودجه تو که صفر، اصلا اون شک نکن. چیز ساز و ساخت رو میگم. آها اوکی، با کوچکترین چیزا میسازی، نگران نباش. شما فقط بساز. پشت خونه جنگل دیگه، تبرم پاشه داره، میگم بندازه با چوب، ببین چیکار می‌کنه. عالی حل. دمت گرم، خیلی خوشحال شدم. مرسی از ایتالیا وقت گذاشتی. مرسی از شما که وقت دادین. آقا بهترین نوتلای دنیا مال ایتالیا و آلمان و ایناست، به خاطر اینکه اروپا شکری که از دلال میگیرن غیر قانونیه و تو آمریکا آزاده. به خاطر همین نوتلایی که شما دارین یه مزه دیگه میده. من اولین باری که شنیدم گفتم ولم کن، یه کمپانی به قدرت نوتلا دیگه اینو فیگر اوت کرده چه گویی بخوره. بعد دیدم نه، اومدم از روی اینترنت یه دونه نوتلا خریدم از ایتالیا، بعد از 10 روز رسید اینجا. یه نوتلا رو اونجا مغازه خریدم، باز کردم خوردم، اصلا اینجوری نگام که من مگه میشه فرق مثلا مارس و اسنیکرز، یعنی قشنگ دو تا شکلات متفاوتن، میگی وات د فاج. واسه همین نوتلا تو میتونی بخور. حتما دمت گرم. دم شما گرم. برام. Soy اقتصادی Soy اقتصادی